بچه‌ها سلام و درود، خوش اومدید به سری ویدیوهای انواع ویزاهای کشور آلمان. قراره که توی این سری ویدیوها انواع اقسام ویزاهایی که میشه گرفت و شرایطش رو از روی سایت دولتی کشور آلمان مطالعه کنیم دقیقاً. توی یک ویدیو من در واقع ویزای نیروی کاری ماهر رو بررسی کردم، رسیدیم به قسمت در واقع تاییدیه مدارک. قبل از اینکه برم ویزای بعدی رو توی ویدیوی بعدی توضیح بدم، در واقع یعنی ویزای بلو کارت بلاو کارت به آلمانی، خواستم توی این ویدیو بررسی بکنیم دقیقاً شرایط تایید کردن مدارک توی آلمان رو. ببینیم چند نوع در واقع تایید مدارک وجود داره، با هم دیگه بخونیم از روی وبسایت رسمی دولت و اینکه چه سایت ها چه منابعی هست، چه زمانی ما باید این تاییدیه رو انجام بدیم، چقدر طول میکشه، چقدر هزینه داره. و یک در واقع میخوام تو این ویدیو میخوام یک مجموعی از همه اطلاعات ممکن که در مورد تایید مدارک وجود داره، تایید مدارک در واقع تحصیلی و کاری در آلمان وجود داره رو توی این ویدیو با هم دیگه ببینیم، وبسایتاشو چک کنیم و شرایطش و مدارکش رو چک کنیم. خب من مانیتورم رو شیر کنم و بریم روی وبسایت. خب همونطور که گفتم از وبسایت Make It in Germany استفاده میکنیم. اینجا در مورد انکنونگ یا تاییدیه در واقع مدارک به شما گفته و اینکه 3 صفحه داره. این 3 صفحه رو با هم دیگه یکی یکی چک میکنیم. اول گفته Wer benötigt eine Anerkennung، چه کسی نیاز داره به یک انکنونگ و چه کسی نیاز نداره، و اینکه شرایط انکنونگ چطوریه توی این صفحه توضیح داده. و اینجا هم گفته که اگر شما مدرک لیسانس داری و میخوای انکنونگ انجام بدی چه شرایطی منتظر شماست. خب من اول سعی میکنم صفحه اول رو با هم دیگه بخونیم و ببینیم شرایطش چطوریه. یک تقسیم بندی و دسته بندی دولت آلمان انجام داده برای اینکه قانون گذاری بکنه، اینکه آیا کیا باید مدرکاشون رو تایید بکنن و کیا نباید تایید بکنن. اول به 2 قسمت خیلی بزرگ تقسیم شده. Reglementierte Beruf und nicht reglementierte Beruf. Reglementierte Beruf میشه تقریبا شغل‌هایی که حالا حساسترن و در واقع نظارتی هن، یعنی مثلا چند نفر زیر دستشون، یعنی شغل‌های مهم و حساسی هستن، و شغل‌هایی که خب خیلی مهم، حساس و نظارتی نیستن. درسته؟ بعد اومده گفته که اگر مهم و نظارتی هستی شما حتما، اینجا یه ایمار گذاشته بولدش کرده، گفته حتما شما باید در هر حالت این تاییدیه رو بگیری از آلمان. چرا میگه حتما؟ چون هیچ استثنایی وجود نداره که شما عضو اتحادیه اروپا باشی یا نباشی. واسه همین اینجا باید این انکنونگ این دویچلند، این تاییدیه باید انجام بشه که از طریق سایت انکنونگ این دویچلند هم هست. و مورد بعدی که بیشتر ماها الان باش در ارتباط هستیم که به عنوان مهندس ها و کسانی که حالا یا یک توی حرفه‌ای میخوان کار بکنن، اینجا اومده گفته که شما باید ببینید که آیا عضو اتحادیه اروپا هستید یا نیستید. خب ما ایرانی ها معمولا عضو اتحادیه اروپا نیستیم، خب پس باید انکنونگ رو معمولا انجام بدیم. و اینکه در واقع دریتشتات میگن، کشورهایی که خارج از حوزه اروپا هستن باید این تاییدیه رو معمولا انجام بدن. و اینجا میگه که شما 2 قسمت دارید، یا باید مدرک لیسانس دارید که باید از سایت TAB یا آنابین، از سایت TAB یا آنابین، از این سایت باید تاییدیه بگیرید. یا اگر مدرک تحصیلی ندارید یا میخواید یه دونه در واقع یه حرفه‌ای رو تایید بکنید، مثل دوره‌های فنی حرفه‌ای یا یک حرفه‌ای، یا همچنین مشاغل خیلی حساس مثل مشاغلی که برای پرستارها هست که مثلا برای پرستارها به گزوندهای مردم مربوط میشه، یا به وکالت مربوط میشه، یا به در واقع
معلم ها که تحصیل میکنن به بقیه آموزش میدن، اینا باید از سایت Anerkennung in Deutschland تاییدیه بگیرن. فقط کسانی که لیسانس بقیه رشته ها هستند از CAB، اگر لیسانس ندارید و یک مدرک در واقع فنی حرفه‌ای یا یک دوره یا شرکتی رفتید یه دوره‌ای گذروندید رو، اون رو میخواید تاییدیه بگیرید از سایت Anerkennung in Deutschland. خب پس ما 2 تا منبع داریم، یکی Anerkennung in Deutschland و یکی CAB. CAB برای لیسانس هاست، Anerkennung in Deutschland برای مشاغل فنی و رشته های حساس. اوکی. خب اینجا یک گراف هم داره، بهتر بود همین گراف رو زودتر بهتون نشون میدادم. خب اجازه بدید این گراف رو باز کنم یه بار دیگه با هم ببینیم. بذارید یه خورده زومش کنم و بکشمش این طرف. اوکی، اینجوری بهتر دیده میشه. خب اینجا گفته که شما مشاغل غیر حساس یا مشاغل حساس. اینجا مشاغل حساس رو میبینید که مستقیم گفته فرستادتون اینجا یه باکس این پایین گفته برو تو سایت Anerkennung in Deutschland و بقیه کارات انجام بده. اوکی هیچ. پس ما اگر شما پرستاری، پزشکی یا به سلامتی یا به مسائل آموزشی یا حقوقی یا میخوای تو این زمینا مدرک تایید بشه، باید مستقیم برید تو سایت Anerkennung in Deutschland. البته لینک این صفحه رو من میذارم، شما میتونید این PDF هم توی گوشیتون توی براوزرتون هم ببینید، لینکاش رو هم بزنید. اما در کل من این سایت لینک سایت Anerkennung in Deutschland هم توی پایین این ویدیو میذارم، CAB هم برای لیسانس ها میذارم. خب میگه شما بقیه رشته ها هستید به غیر از این رشته های خیلی خاص که گفتیم. میگه اینجا به چند دسته تقسیم میشه این جدول چارت. میگه مثلا شما اینفورماتیکا هستید، بچهای آیتی هستید یا کارهای بیزینسی انجام میدین، یا حالا هتل فاخمن هستی کارهای هتل انجام میدی، یا کلا چند تا مثال اینجا زده. کلمپنا نمیدونم یعنی چی. بعد میگه اینجا شما یا عضو اتحادیه اروپا هستید و به اضافه شوایتس، یا عضو اتحادیه اروپا نیستی که خب اون گزینه ما میشه این سمت راست، عضو اتحادیه اروپا نیستین، دقیقه اشتاتن. میگه اگه عضو اتحادیه اروپایی که هیچ، مستقیم شما نیاز به تاییدیه نداری به هیچ کدوم از این دو. و اگه عضو اتحادیه اروپا هستی، اینجا میگه شما یه لیسانس داری یا آیا لیسانس نداری و میخوای بروف ابشلوس رو، یک مدرک فنی و حرفه‌ای رو میخوای تایید بکنی. اینجا باید به 2 قسمت تقسیم شه. بروف ها دوباره باید برن Anerkennung in Deutschland، سایت Anerkennung in Deutschland، و کسایی که لیسانس هم باید برن سایت CAB. پس این تا اینجا شد چه کسانی به کجا به کدوم قسمت باید برن خودشونو معرفی کنن، مدارک بفرستن، تاییدیه بگیرن برای در واقع مدارکشون. خب این شد صفحه اول از این صفحه خیلی مهم توی این وبسایت دولتی. و صفحه دوم اومده توضیحات Anerkennung in Deutschland رو اینجا توضیح داده. تقریبا همین گرافی که الان با هم دیگه دیدیم رو اینجا به صورت خب یه خورده با جزئیات بیشتر اینجا توضیحات داده. معمولا هم نکته مهمی که اینجا توی پاراگراف اول گفته که باید بین 3 تا 4 ماه طول بکشه تایید کردن شما از سایت Anerkennung in Deutschland. لینکش هم اینجا گذاشته. و اینکه همون توضیحات داره که شما آیا رگلمنتیت بروف هستید یا نیشت رگلمنتیت بروف هستید، همون توضیحات رو دوباره داده. و اینکه قیمتش گفته احتمالا تا 600 یورو هم هزینه داره، حداقل فکر کنم 100 یورو هزینه داره. و اینکه پورتالش رو اینجا معرفی کرده، شما گفته میتونید وارد این سایت بشید، از این قسمت ها این کار رو انجام بدید که الان با هم دیگه میریم میبینیم. و اینکه یه توضیحی هم این پایین داده، گفته که بقاتونگایی هم توی کشورهای شما احتمال داره وجود داشته باشه، یعنی مشاوره هایی هم وجود داشته باشه که خوشبختانه یک مشاوره ایرانی هم اینجا وجود داره، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان. یه لینکی هم اینجا گذاشته، میرید داخلش
و اونجا برای ایران یک منویی هست و ایمیلش هم هست، اون شخصی که Ansprechpartner ایران هست، و به شما اینجا ایمیل schreiben کلیک میکنید. این اطلاعات رو در واقع ایشون میتونید ازشون سوال بکنید. من این لینک این صفحه رو هم میذارم. ایشون این در واقع مؤسسه، این اتاق بازرگانی میتونه به شما سوالای شما در مورد Anerkennung in Deutschland و تاییدیه مدارک برای کسانی که میخوان به Anerkennung in Deutschland بفرستن کمک میکنه. فکر میکنم تلفن هم دارن. به هر حال یکی از منبعهای کمک کردن به شما میتونن باشن. خب این صفحه Anerkennung in Deutschland فقط یک در واقع یه جایی هست. اجازه بدید من لینکش رو ببینم، باز کنم ببینم اگر پیدا بکنم. خود سایت Anerkennung in Deutschland رو با هم دیگه کوتاه ببینیم که چه حالتیه، چه جوری پیش میره و دقیقا باید چی کار کرد. مثلا شما میخوای مدرک فنی حرفه‌ایت یا پرستاری یا در واقع حقوق درس خوندی یا مدرسه میخوای معلم مدرسه بشی، تو سایت Anerkennung in Deutschland که میرید 3 قسمت داره: متخصص ها، کسانی که میخوان کار در واقع این توی آلمان انجام بدن، نیروی کاری، و کسانی که در واقع میخوان به بقیه شغل بدن، آبایتگیبا هستن. خب معمولا گزینه سمت چپ اولیه میشه کسانی که دنبال کار میگردن و میخوان مدرک کاریشون رو تایید بکنن، و اینجا باید میتونید هر در واقع عنوان شغلی که هستید رو اینجا بنویسید. من قبلا فاقا رو زدم مثلا و لوسگتس میزنید، ازتون چند تا سوال میپرسه. میگه این شغلی که شما میخواید در واقع مدرکش رو تایید بکنید کدومه؟ Berufskraftfahrer یا Servicefahrer؟ نمیدونم، مثلا من Berufskraftfahrer رو میزنم و اینکه میگه این بستگی به محیط، به اون جایی داره که شما میخواید در واقع این تاییدیه رو انجام بدید. میگه شما تا الان احتمالاً vielleicht یه دونه Berufsqualifikation نیاز دارید. میگه سوال میپرسه، میگه شما آیا عضو EU هستید؟ نه. میگه آیا شما استرالیایی، اسرائیل، ژاپن، کانادا، نیوزلند یا ریپابلیک کره، کره جنوبی هستید یا آمریکایی؟ میگیم نه. در آلمان الان زندگی میکنید؟ خب معمولا نه احتمالاً. و اینجا که میگه Sie brauchen die Anerkennung، اینجا به شما تکلیف رو روشن میکنه که شما به یک Anerkennung لازم دارید. احتمالاً بعضی اوقات میاد که شما به یک Anerkennung لازم ندارید. من دقیقاً نمیدونم اون چه مواقعیه. معمولاً اینجا زدم من چند بار، همش گفته شما نیاز دارید. به هر حال احتمال خیلی زیاد به این صفحه برمیخورید و اینجا چند تا سوال دیگه ازتون میپرسه. مثلا میگه آیا شما توی یک هوخشوله یا یک دانشگاه درس خوندی؟ مثلا معمولا اینجا کسانی هستن که لیسانس ندارن، میگیم نه. مثلا میگه آیا آوسبیلدونگ یا یک دوره‌ای رو گذروندی؟ اگه گذروندید دوره‌ای رو ریا میزنید، اگه نه ناین میزنید. و اینکه یک مدرک اشتاتلیش دولتی دارید که این مدرک تایید شده باشه. حالا من فعلا نمیزنم، راستش دقیق نمیدونم این چه حالتی هست. و اینکه وایتا داره، یه دکمه میزنید و اینجا میگه کجا میخواید برید، چه شهری. حالا میتونید اینجا مقصدتون رو انتخاب کنید، بستگی به این داره که شما قراردادتون رو از کجا گرفتید یا حس میکنید که از کجا میخواید بگیرید. من مثلا برلین رو میزنم و اینجا میگه که شما به یک بقاتونگی لازم دارید که بهتون کمک بکنه. خب آلمانیه معمولا اگه اینو بزنید. و اینکه اگر نخواهید، اگه آلمانیتون خوبه از بقاتونگ میتونید استفاده کنید. اگه نه، حالا ما مثلا میزنیم اینجا نه من نیاز ندارم به بقاتونگ، میخوام مستقیم برم سر اصل مطلب. و اینکه میگه شما مدرکتون رو آیا گذروندید، کجا گذروندید ببخشید. و اینکه میگید آره یک کشور خارج از EU من گذروندم. و این صفحه اصلی میاد که توضیح میده که شرایط از چه قراره، شما کجا باید تایید بشید، چه کسی تایید میکنه، چقدر طول میکشه و اینها. خب اینجا هست
ایها کا فوزا، این باید تایید بکنه و گفته شما میتونید درخواستتون رو از طریق پست به این شرکت بفرستید و از طریق ایمیل ممکن نیست. حالا بستگی داره برای رشته‌های مختلف، جاهای مختلف و بعضی اوقات امکان این ایمیل فرستادن هم هست. مثلا گفته در واقع اینکه هیچ نام این شرکتی که شما باید این نوشته هم تراز کردن مدرک چه این چیزی، گفته نوع تاییدیه است، انواع نوع تاییدیه ها وجود داره و اینکه میگه شما مجبور نیستید مدرک زبان ارائه بدید برای تایید این رشته‌ای که شما مثلا ما به عنوان فاقا انتخاب کردیم. میگه نیاز به ارائه مدرک زبان نیست و زمانش هم گفته معمولاً 1 ماه و اینکه اگر 3 ماه گذشت و هیچ مدرکی نگرفتید، یعنی از ما پاسخی نگرفتید، میتونه احتمال داره طول بکشه، یعنی صبر کنید و اینجا گفته بین 100 تا 600 یورو هزینه شه و میگه چه مدارکی لازمه بفرستیم برای این شرکت. حالا این پستش هم اینجا هست، آدرسش رو این بالا نوشته، وبسایتش هم هست، تازه میتونید روش کلیک کنید باز بکنید. حالا بستگی داره، وبسایت های مختلف میاد اینجا و میگه که یه فرمول رو باید اینجا پر بکنید، در واقع فرم که این پایین لینکش میگه اول باید اینو پر بکنید و اینکه غایزه پاسپورتتون رو باید بفرستید و میگه اگه فامیلیتون عوض شده، خب ما تو ایران نداریم، معمولا اونایی که ازدواج میکنن فامیلیشون تو ایران عوض نمیشه، تو آلمان اینطوریه، خانوما قبل از ازدواج یه فامیلی دارن، بعد از ازدواج یه فامیلی شوهرشون. میگه مدرکشو باید همراه بفرستین، لیبنزلاوف یه سی وی، یه در واقع رزومه ارسال میکنید و اینکه بروفس کوالیفیکاسیون، میگه مدارکی اگر دارید که مربوطه باید خب ترجمهش رو بفرستید و اینجا میگه در واقع این سابقه شغلی که توی لبنزلافتون نوشتید رو هم مدارکش رو بذارید. مثلا 2 سال من راننده فلانجا بودم، 2 سال راننده فلانجا، اینا رو تو رزومت نوشتی، باید این مدارک رو ترجمه کنی و الساق بکنید در کنار این مدارک دیگه. میگه بقیه کوالیفیکاسیون مدرک‌های دیگه هم اگه داری بفرست، اگر وایتا بیلدونگی جایی رفتی، سمیناری جایی رفتی، نشون بده که شما به هر حال توی این حرفه حالا خیلی عمیق وارد شدی و خب دوره‌هایی هم دیدی. و اینکه باید بگید که شما میخواید داخل آلمان کار بکنید. اینو باید توی یک نامه‌ای بنویسید که واقعا میخواید داخل آلمان بیاید زندگی بکنید. و اینکه یک درخواست باید بفرستید که لطفاً این مثلا انجام بدید، انکنونگ من باید انجام بشه و توضیح بدید که چرا این مدارک رو ارسال میکنید. خب اینجا هم میگه که حالا باید ترجمه باشه، دویچه اشپراخه باشه، به زبان آلمانی باشه ترجمه ها، و گفته که اصل مدارک رو از طریق پست برای ما نفرستید. گفته ما پیشنهاد میدیم اصل مدارک رو نفرستید، یعنی مثلا اگه قراره آوسوایست و کپیشو در واقع قایزه پس و یه اسکنش رو بفرستید یا تایید شده یه ترجمه در واقع، حالا قایزه پس که ترجمه نداره، خود اسکنش رو بفرستید. میگه اصل قایزه پس رو من نمیخوام. اوکی، اصل مدارک رو نفرستید، ترجمه های تایید شده هاشو بفرستید یا ترجمه رسمی ها رو بفرستید. خب اینجا دیگه حالا گفته که چجوری پیش میره. مثلا گفته از طریق پورتال میتونید ارسال بکنید، فرم پر بکنید و اینا، ولی خب بیشتر از طریق در واقع همون پست باید انجام بشه و اون شرکت براتون این کار رو انجام میده. بیشتر اطلاعاتی که برای انکنونگ اینجا بعدش رو من خودم شخصا انجام ندادم، ولی خب
اصل اطلاعاتی که شما لازم دارید برای اینکه مدرکتون کجا باید ارسال بشه، چه مدارکی باید ارسال بشه رو تو این صفحه کاملا میتونید ببینید. ایمیل هست، میتونید ایمیل بزنید، ازشون سوال بکنید، از داخل وبسایتشون بپرسید من میخوام این کار رو انجام بدم. این صفحه یه پی دی افی هم این پایین بهتون میده، میتونید از پی دی اف اشپایشن کنید، یعنی صفحه رو پرینت بگیرید به فایل پی دی اف، بعد اینو بفرستید بگین این درخواست در واقع من دادم، به اینجا رسیدم و شما چجوری میتونید به من کمک کنید. خب این در واقع مراحل روش در واقع این انکنونگ این دویچلند، این سایت که لینکش رو گذاشتم و شما میتونید حرفه و در واقع تخصص خودتون رو از طریق این لینک از این وبسایت چک بکنید. خب حالا من برمیگردم به صفحه اول و میریم به روش دوم تاییدیه مدارک که هستش اسمش CAB یا آنابین. خب من این لینک رو باز میکنم ببینیم توی اینجا چه خبره و چی نوشته. خب ما میدونیم که کسانی که لیسانس دارن یا به بالا، حالا فوق لیسانس و اینا میتونن داخل در واقع آلمان تاییدیه بگیرن، ولی نه از طریق انکنونگ این دویچلند بلکه از طریق سایت CAB یا آنابین. و اینکه یک لینکی خب اینجا گذاشته برای CAB، من سایتشو باز میکنم با هم دیگه نگاه میکنیم ببینیم. بخشید این نیست سایت آنابین، امیدوارم لینکشو، اینجا هم یه فایل پی دی اف داره جزئیاتشو توضیح داده، ما میتونیم از روی فایل پی دی اف اینجا لینکشو میدونم که هست. خب اینجا سایت در واقع CAB یا آنابین رو من الان باز کردم، در واقع این سایت آنابین هستش. حالا من توضیح میدم که دقیقا داستان چیه. بذارید برگردم. ببینید بچه‌ها، سایت CAB یا همین آنابین که میشه تاییدیه گرفت، در واقع شما لیسانستون رو در واقع باید توی این سایت آنابین سرچ بکنید ببینید که مدرک لیسانس شما و دانشگاه شما آیا از پیش تایید شده یا نه. اگر از پیش تایید شده باشه یه علامت H+ داره توی این جدول و این نشون میده که شما لازم نیست تاییدیه بگیرید، یه جا بهتون نشون میدن پرینت میگیرید و همون کفایت میکنه برای سفارت. ولی اگر اینجا H- یا مثبت داشته باشه یا H- داشته باشه، نشون میده که باید شما این درخواست تاییدیه رو برای این سایت در واقع CAB بفرستید. یه فرمی داره باید پر بکنید و پست بکنید مدارک رو. بهتون میگم چه مدارکی لازمه و اینکه بعد از یه مدتی معمولا 3 ماه اینا جوابشو پس میدن. یه 200 یورو باید هزینه کرد و اینکه این روش تاییدیه از طریق در واقع CAB و آنابین باید انجام بشه. این توضیحات کلی. برگردیم به مانیتورم. خب مهمترین اینجا سرچ کردن، اینجا از طریقهای مختلف میشه سرچ کرد و رسید به اینکه آیا مدرک من مورد تایید هست از دانشگاهی که گرفتم یا نه. خب یکی از روش‌های خیلی خوبش همین اینستیتیوشنن، یعنی دانشگاه هاست که میتونید اینجا سرچ بکنید. من اینجا ایران رو انتخاب کردم، لند رو اول باز میکنید، اینو من یه بار زدم ایران رو و خب پس اینجا از این به بعد جدولی که این پایین میبینید مخصوص ایرانه و اینجا دانشگاهی که مدرک لیسانستون رو گرفتید و اینجا بزنید. میتونید به فینگلیش، حتی بعضی اوقات به فارسی هم بنویسید، بعضی اوقات هم آلمانی بیشتر و انگلیسی. میتونید به چند روش سرچ بکنید برسید. مثلا من اگه بنویسم دانشگاه در واقع فینگلیش که نوشتم، ببینید یک جدول بزرگ 5 صفحه حداقل، شاید خیلی بیشتر، ببخشید ببینم، خیلی، یعنی همه دانشگاه رو به فینگلیش نوشتن. مثلا دانشگاه علامه محدث نوری مثلا. خب اگر شما فارغ التحصیل این رشته هستید، حالا میبینید که نوشته H+ پلوس مینوس، یعنی این نیاز به تاییدیه آنابین داره. این H+ که اینجا میبینید یعنی دیگه نیاز به تاییدیه آنابین نداره. مثلا دامغان یونیورسیتی، اگه کسی از این دانشگاه مدرک گرفته دیگه نیاز به تاییدیه آنابین نداره. و مثلا دانشگاه عراق
اینجا H پلاس. نام شهر هم بزنید خوبه، مثلا من اینجا میزنم مشهد. همه دانشگاه های مشهد و ببخشید بعد نوشتم مشهد. اینجا همه دانشگاه های مشهد هست دیگه. مثلا 2 تاش اینجا زده باید مدرک ارسال بشه تا تایید کنیم، بقیه همه H پلاسه. دانشگاه آزاد، اینم بگم دانشگاه آزادا همه از پیش، فکر کنم همشون از پیش تایید شده هستن. حالا انگار سیلابسشون استاندارد تره، به هر حال تایید شدن، اوکی ان، خیلی ها H پلاسن. حالا مثلا من دانشگاه فردوسی مشهد رو که اینجا زده H پلاس و تاییده رو میبینید نوشته H پلاس، اشتاتوس H پلاس، دانشگاه سایتشو گذاشته و اینها. لیست چند تا کارشناسی هم این زیر گذاشته. لازم نیست حتما کارشناسیتون اینجا باشه، مهم اینه که دانشگاهتون حالا تایید شده است. و اینجا یه پرینت داره، دروکن میزنید و پرینت میگیرید. حالا این صفحه رو به فایل PDF هم میتونید سیو بکنید و اینو بفرستید برای سفارت ازش استفاده بکنید. این یکی از راه‌های سرچ کردنه. راه‌های دیگه هم هست. من پرینت رو زدم، صفحه من قفل شد. سرچ اوکی شد. خب این یکی از راه‌های سرچ کردن بود از طریق اینستیتوتن و فکر میکنم روش‌های دیگه هم هست. مثلا هوخشول ابشلوس، این بالا من ایران همینجور انتخاب شده هست. اینجا میتونید مدرک‌ها رو اگه ببینید لیستشو به فارسی هم نوشته و فینگلیش. دکترای حرفه‌ای، تخصصی، کاردانی فوق دیپلم، کارشناسی لیسانس، ارشد فوق لیسانس و اینها. مثلا من لیسانس رو انتخاب میکنم و این پایین مثلا میزنم عراق. ببخشید باید رشته رو بزنم، مثلا میزنم معماری، امیدوارم بیاد. آره معماری مثلا اومد. من اینو باز میکنم، معماری رو. دانشگاهایی که تو این سایت معماری دارن رو حداقل آورده. خب و بعد فکر کنم بعد گفته کدوم دانشگاه توی رشته معماری کدوم دانشگاه H پلاسه و کدوما باید بفرستن. مثلا اینجا دانشگاه علم و فرهنگ تهران گفته که یک دانشگاه خصوصیه و باید H پلاس مینوس و باید بفرسته آنابین. یا مثلا اینجا نوشته دانشگاه شمال آمل خصوصیه. حالا نمیدونم منظورش چیه خصوصی، فکر نکنم خصوصی باشه، ولی به هر حال اینجا الان خصوصی ثبت شده دانشگاه شمال آمل و باید مدارک معماری باید مدرکشو بفرسته برای آنابین. اوکی، پس اینجا ما میفهمیم که حالا یا از این طریق سرچ میکنیم یا از طریق اینستیتوتن. به هر حال میشه فهمید که الان من شرایطم با رشتم با این دانشگاهی که مدرک گرفتم نیاز دارم که به در واقع آنابین بفرستم یا نفرستم. اوکی. و اینکه حالا چه مدارکی لازمه برای اینکه به آنابین بفرستید، من به طور کلی بگم که این بغل نوشتم فرم به واقع ضعابه رو باید پر بکنید. یه فرمی لازم داره. اجازه بدید من در واقع صفحه رو پیدا کنم. اینجا این فایل PDF رو هم با هم ببینیم. این هم همین فایل PDFی که خود سایت دولت گذاشته همین توضیح ها رو داده. گفته که در واقع باید اینجوری سرچ بکنید اینجوری و توضیح H پلاس و اینها هم داده. گفته اگر H پلاس هستید یا نیستید اینا باید تاییدیه‌شو بگیرید. و اینکه و اینکه این فرم رو از کجا بگیریم. آنابین سایت KMK رو بذارید من پیدا کنم بهتون میگم که فرمش از کجاست. خب من لینکشو پیدا کردم. سایت KMK در واقع همون CAB آنابین هست. در واقع با هم کار میکنن
ولی 2 تا سایت جداست، لینکاشو جدا میذارم. اینجا یک صفحه‌ای داره که در مورد مدارکیه که باید شما بفرستید برای تاییدیه CAB. این لینک رو میذارم، میاد اینجا ایران رو انتخاب میکنید و بعد اینتر میزنید، یه فایل PDF باز میشه. میگه ما چه مدارکی رو تایید میکنیم؟ دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی. و توضیح هم داده که در واقع کاردانی رو ما قبول نداریم، مدارک 2 ساله رو نمیتونی اینجا بفرستی، فقط 4 سال به بالا رو میشه درخواست داد، یا فکر کنم 3 سال به بالا. و گفته باید یه فرم درخواست رو پر بکنید. من این فرم درخواست رو یه لینکی داره براتون میذارم، آنلاین میتونید این فرم رو پر بکنید. یه فرم میاد، لینک رو میذارم، پر میکنید مدارک رو، این پایین یه دکمه‌ای داره میزنید و یه فایل PDF دانلود میشه. و اینکه یه سری مدارک دیگه هم حالا اینجا نوشته که باید چه چیزهایی رو بفرستید. خب چیزی که هست مسلماً فرم رو باید امضا بکنید، کپی پاسپورت و شناسنامه رو باید بفرستید، به طور کلی بگم بهتون. و اینکه کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات رو باید بفرستید و کپی مدرک کاردانی رو باید بفرستید اگر در واقع کارشناسیتون ناپیوسته بوده، یعنی اول کاردانی گرفتید بعد کارشناسی. و اینکه تایید دادگستری و وزارت امور خارجه از اصل ترجمه رسمی کارشناسی و ریز نمرات. یعنی بقیه مدارک لازم نیست ترجمهش هم حتی باهاش باشه، فقط کپی از مدرک و ریز نمرات کفایت میکنه. حالا اگرم ترجمهش رو دارید اضافه کنید بذارید، ولی تنها چیزی که خیلی مهمه و حتما باید مدرک ترجمه رسمی به علاوه تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه رو گرفته باشید که این دوتا رو خود در واقع چی میگن مترجمای رسمی انجام میدن، فقط شما کافیه بفرستید براشون مدارک و اونا انجام میدن این دوتا رو. این تاییدیه رو میگیرید و این اصل ترجمه رسمی و ریز نمرات رو هم برای این در واقع CAB توی یک نامه پست میکنید براشون و بعد از معمولاً چند ماه، 3 ماه، 4 ماه، اینها با در واقع یه لینک براتون میفرستن، یه ایمیل براتون میفرستن که باید پرداخت انجام بدید، معمولاً 200 یوروه. بعد از اینکه پرداخت رو انجام دادید در واقع براتون، حالا نمیدونم این ایمیل بعد از 3 ماه میاد یا نه، ولی کل پروسه معمولاً چند ماه طول میکشه، 3 تا چند ماه. و اینکه مدرک براتون در واقع تاییدیه براتون دوباره پست میشه و اصل همه فکر کنم مدارکی که فرستادید هم همزمان برمیگرده به سمتتون، به پست میکنن به ایران و شما دیگه این تاییدیه رو دارید. بله این شد. پس من این لینکاشو میذارم داخل در واقع سایت زیر همین ویدیو، میتونید دسترسی داشته باشید بهش. این شرایط در واقع کسانی بود که درخواست در واقع تاییدیه لیسانس و فوق لیسانس دارن و مدرک در واقع دانشگاهی دارن و میخوان در واقع این تاییدیه رو بگیرن. من برگردم به صفحه اصلی. خب بچه‌ها امیدوارم که همه نکات رو گفته باشم. من تلاش کردم هر چیزی که فکر میکردم حالا میدونم و لازمه رو توی این ویدیو توضیح بدم. میدونم احتمال داره یه سری جزئیات مونده باشه یا درست حتی نگفته باشم. اینها رو اگر میبینید جای اشتباه گفتم یا تجربه اگه دارید توی کامنت ها برام بنویسید، منو اصلاح کنید، یا اگر تایید میکنید این اطلاعاتی که من دادم و شما هم این تجربه مشابه رو دارید، مدرک فرستادید برای انرکنونگ این دویچلند و تایید گرفتید، احتمالا الان تو آلمان کار میکنید، بی زحمت تجربتون رو برای ما بنویسید. یا اینکه اگر جایی شما کار اضافه ای انجام دادی که ما خبر نداریم یا تو این ویدیو نگفتیم در موردش اون رو هم این پایین بنویسید که چیکار کردید که ما نگفتیم الان تو این ویدیو، و بقیه کسانی که دارن این ویدیو رو میبینن میان پایین کامنت ها رو میبینن و احتمالاً متوجه میشن و مشکلشون حل میشه، رفع میشه. حتی در واقع
CAB یا همون آنابین رو هم اگر اطلاعی هست بیشتر از چیزی که من الان گفتم و شما در واقع این اطلاع رو دارید و الان تو این ویدیو گفته نشده، اون رو هم بی زحمت این پایین بنویسید و هر جا من اشتباه گفتم بی زحمت اصلاحش بکنید. امیدوارم ویدیو خوبی باشه. توی این سری ویدیو بعدی در مورد بلو کارت صحبت میکنم و چند در واقع ویزاهای بعدی هم میاد بعد توی ویدیوهای بعدش، و هر جا توی این ویدیوها گفتم که نیاز به تایید مدارک هست، خب مسلماً این ویدیو رفرنس در واقع راهنمای این که چطور میشه مدارکمون رو کاری و تحصیلیمون رو توی آلمان تایید بکنیم. موفق باشید. خدا نگهدار.